آقا این مراسم های عید و چهارشنبه سوری و کریسمس و هالووین و یعنی همه این مراسم های چه ایرانی چه خارجی کلا اینه که تو فرهنگن و سنتی هن. من نه دوست دارم تو مراسماشون شرکت کنم، نه خیلی به وجد میام، نه خیلی به نظرم تایم متفاوتی از سال رو نشون میدن، یعنی نه نشون دادن، خیلی تایم متفاوتی هن که من بگم توی این شب دوست دارم مثلا مهمونی برم، توی این شب دوست دارم مثلا پارتی کنم، یه جای خاصی برم. من خیلی علاقه ندارم که توی مراسم ها شرکت بکنم. تو خودت امسال کاری کردی جایی رفتی؟ ببین تو آخه از قبلش هم که بری خیلی درگیر این مراسم ها نبودی، ولی من از قبلش هم خیلی مثلا مراسم ها رو کلا به هر دلیل شادی رو من دوست دارم دیگه. دلیل مثلا دور هم جمع شدن رو دوست دارم دیگه. حالا اصلا مهم نیستش مثلا چه می‌دونم هالووینه، حالا چیه، یه دلیله که دور هم جمع شدیم به نظر من. آره. از این منظر دوستش دارم. خب، همونطور که احتمالاً حدس میزنین امروز میخوایم با امین در مورد این صحبت بکنیم که این مراسم های سنتی که توی تمام فرهنگ ها وجود داره، نه فقط فرهنگ ما، اه، درست هستن یا نه. و صرفا میخوایم مهم. نظر شخصیمون رو در مورد این موضوع بگیم و معنیش این نیستش که این مراسم ها در حقیقت درستن یا نه، فقط نگاه شخصی خودمون رو میخوایم به این اتفاقات بگیم. من محمد رضام، اینجا امضاست. من به عنوان محمد رضا نظرم اینه که تمام اعیاد و مناسبت هایی که توی فرهنگ ما یا فرهنگ هر کشور دیگه وجود داره چرت و پرت و من هیچ اعتقاد و هیچ علاقه ای ندارم که توشون شرکت کنم، ولی امین کاملا نظر عکس من رو داره. امروز میخوایم کلا تفکراتمون رو به اشتراک بذاریم تا ببینیم که کیا این من فکر میکنن کیا این امین. قبل از هر چیزی هم فرارسیدن بهار و سال نو شمسی رو به همه دوستان تبریک میگم. امیدوارم که امسال سال خیلی بهتری باشه براتون نسبت به سالهای قبل و این مشکلاتی که الان خیلی داریم هم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم توی کشور خودمون برطرف بشه و به آزادی برسیم. امیدوارم. همینجا شما اگه بخواید تبریک سال نو رو بگو، بعد بریم در مورد بحثمون صحبت کنیم. سال نو مبارک. در همین حد میتونم تبریک بگم و اینکه امیدوارم که واقعا امسال یه ذره فرق بکنه. یه 10 سال دیگه 20 سال دیگه که خواستیم بهش فکر کنیم بگیم همه چی از 404 شروع شد. 5 و 4 404. 404 اینقدر از عیدا دوری تو ها. اینقدر کلا نمیتونم. آره. نه آخه ببین کلا عید حالا توی هر فرهنگی که میخواد باشه، یا حالا میخواد چه کنه، فرهنگ اسلامی باشه، فرهنگ عربی باشه، ایرانی باشه، میلادی باشه، کلا یه دلیلی واسه شاد بودن هست، یه تغییر هست دیگه. خیلی برخلاف این بودن رو نمیتونم درک کنم حقیقتا. ببین، من برخلافش نیستم که، من خیلی نسبتش خنثام. مثلا یکی ام. از چیزهایی که من دوست ندارم برای اینه که مثلا عید که میشه میگن همه بریم تو خونه فک و فامیل، بریم مثلا تو پسر دایی مثلا خاله بابا، خب عید از که این نظر میشه میگه موافقم. بریم خونه امین، مثلا امین رو ببینیم. من میگم داداش من اصلا شماره امین رو ندارم، یعنی من حتی میخوام بیام خونه تو آه. باید زنگ بزنم به احمد که به اصغر بگه شماره امین رو داری که اون بگیره شماره رو بده من زنگ بزنم بگم همینجا هستی من بیام خونتون عید دیدنی ببین. خب این چه کاریه؟ اصلا چه نه دلیلی خب داره مال من تو من رو خیلی ببینم؟ اینجوری نبوده، یعنی مثلا تو خانواده ما خیلی اینجوری نبوده. ام. یعنی بیشتر مثلا همون دور و اطرافیان بوده، بعدش هم اکثرا مثلا عیدا همه با هم دیگه میرفتیم مسافرت. آه. یعنی مثلا با عمه ها مثلا حالا، یا مثلا با خاله هام دایی هم اینا خانوادگی اینجوری مثلا بچگی همین میرفتیم مسافرت. همین الان که مثلا مامانم اینا رفتن شمال کلا نیستن این رو، یعنی هر سال عید یه برنامه اینجوری داشتیم. خیلی میفهمم پس اون عید دیدنی و فلان و اینا خیلی تو مخه. آره. میگه که اینکه میریم خونه یه نفر بعد با تو هم سلام مچه. علیک میکنیم میریم خونه اونا، بعد آره اونی که میریم دقیقا. خونه یه گروه دیگه. مثلا اینا یکی دو واسه سال اینجوری بوده، خیلی تو مخه. آره اینا واسه من خیلی بی‌معنیه. یا اینکه ببین من میدونم و همیشه دو آدما دنبال بهانه‌ان که یه کاری رو انجام بدن، یعنی تو مثلا میگی من از شنبه شروع کنم، حالا شنبه هم یه روزی توی آره هفته دیگه. است ولی چون از اول از نظر روانی شاید یه مقدار به تو این حس رو میده که خب تو از اول شروع کردی، پس یه تایمی رو مثلا حروم نکردی. من میگم که
چرا باید اصلا همچین ذهنیتی وجود داشته باشه؟ این من فکر میکنم این به نوعی خودش OCD میتونه باشه. ببین چی میگم؟ ببین خود ددلاین هم یک موضوع عجیب غریب دیگه. آره، ددلاین توی مغز یک سری تعریف های خاص داره. این خودش مثل یک ددلاین بود که آقا تا سال آینده من بعد این کارو بکنم آفرین. در سال جدید. یعنی برای اینکه بتونی راحت‌تر برنامه ریزی کنه مغز، یه با یه چیزی بهش شروع و یک بخوری که پایانی دیگه. داشته باشه، رها دقیقا نکنیش. دقیقا. حالا میگم من خودم خیلی مثلا اینجا هم حالا هالووین مثلا یه روزیه که همه کاستوم عجیب غریب پوشن و لباسای عجیب غریبی پوشن اینا، مثلا من اینطوری هم که خب اوکی، سالهای گذشته مثلا یه اتفاقی افتاده، طبق یک رسم و رسوماتی این رفتار انجام شده، چرا همچنان دارید همون رو تو یک روز خاص مثلا اینطوری انجامش میدین؟ میتونین شما چه میدونم یه پارتی رو برای خودتون با دوستاتون مثلا قرار بذارین، این همون پارتیایی که مدت مود شده بود، مثلا خس پارتی، یا اصلا همین تمایی که برای آه. پارتی میذاریم، بابا طرف تولدش دعوت الان میکنه میگه همه مشکی بپوشن مثلا. الان میدونی چی مود شده؟ نه. فلش بک پارتی. اینو من تازه یاد گرفتم. یعنی یعنی اصلا چی؟ اصلا یه موضوع عجیب غریبیه که بذار واردش نشیم، فقط اونایی که میدونن if you know you know. دقیقا. و من اصلا میبینی که اصلا تو این بازی ها آره. نیستم. منم مثلا من خودم کلا نمیدونم پارتی حالا چی هستش، مثلا یکی از دوستان خریده. ولی میدونی که خیلی از اینا وقتی که میری، یعنی خیلی از این ایده های مختلف توی فرهنگ های مختلف و وقتی مثلا بررسی میکنی، همشون یه جوری به همدیگه ربط پیدا میکنن. خیلی جالبه این موضوع که مثلا عید کریسمس خب. توی بیسش و یک سری مباحثش، مثلا آقا کریسمس اصلا تولد حضرت مسیح نیست. آره. یعنی اون تاریخ رو نمادین اعلام کردن که تولد حضرت مسیحه. خب و خب. این نمادین از کجا پیداش کردن؟ مثلا برمیگرده به شب یلدای ماه حتی. آها. چون چه میگن که جالب. مثلا حضرت مسیح در شبی به دنیا اومد که خیلی شب بلندی بوده. برای همین اومدن به بلندترین شب سال مثلا تقریبا نزدیک به اون گرفتنش. و این خودش و اون حالا اون ستاره‌ای که اون بالا میذارن و همه این داستان ها، خودشون یه جوری بالاخره به همدیگه ربط پیدا میکنن. خیلی موضوع جالبیه. خب خب. ایستر برای چیزا، برای مسیحی خیلی عید خیلی مهمه. مهمیه، آره. عید پاک. عید پاک. که حالا مثلا ما تو ایران خب خیلی در جریانش نیستیم، ولی حتی خود این عید پاک مثلا ترکیب سه تا تقویم مختلفه که باید نمیدونم چند هفته از تولد مسیح گذشته باشن، چه جالب. در زمانی باشد که خورشید در حالت پشتش به ما باشد. نه، در حالت بهاری قرار گرفته باشه، یعنی آره. سال نو ما اتفاق افتاده باشه و نمیدونم ماه مثلا در فلان موقعیت باشه، مثلا بعد از ماه کامل باشه. یعنی ترکیب همه اینا با هم دیگه است جالب. که خیلی موضوع جالبیه. یعنی آره. وقتی میری توش همه یه جوری به هم دیگه ربط پیدا میکنن. میدونی که کریسچن هم مسیحی هم چیز دارن، روزه دارن. آره دارم. الان یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد، من یکی از دوستام، یکی از همکارام خیلی دارم، خیلی مذهبی، که خیلی مذهبیه، خیلی فالو میکنه دین و قشنگ هر یک شنبه مثلا بره کلیسا و اینا. اینا هم حالا ماه رمضونشون اگه بخوایم بگیم، ماه رمضونشون با ما شروع شد. خیلی جالبه که حالا مدل روزه گرفتنش فرق میکنه، مثلا تا 10 روز مشروب و گوشت قرمز نمیخورن، بعد ببخشید تا 40 روز مشروب نمیخوره، تا 10 روز گوشت قرمز نمیخوره، مثلا 10 روز بعدش نمیدونم چی نمیخوره. میتونن بخورن ولی یک سری رژیم های غذایی خاص دارن و مدتش هم 30 تا 40 روزه. من ازشم پرسیدم که این چه تاریخیه، گفت تاریخش رو نمیدونیم، کلیسا مثلا از یه ماه قبلش بهمون میگه که آقا شما از این تاریخ تا این تاریخ باید بگیرید الان، ولی خودش نمیدونست دلیلش چیه. ولی جالب بود که امسالش مثلا افتاد تو ماه رمضون، یعنی دقیقا با دقیقا. ماه رمضون ما یکیه و من احتمال میدم این آره. دقیقا تاریخش یکیه و این نمیدونه خودش، چون این تاریخ جابجا میشه چون میلادی و هجری قمری فرق میکنه دیگه. من احتمال میدم که اینطوری باشه. من دو خیلی میگم تو کلا توی فرهنگ‌های مختلف خیلی حالا تو دین‌های مختلف که به شدت زیاد. مثلا من دوست مسیحی داشتم، یه خیلی خاصی از مسیحیتن که اونا هم الکل اصلا نمیخورن، حتی چای و قهوه به خاطر کافئین نمیخورن. خیلی مثلا میگم خیلی چیزای حالا مشترک به فرهنگ‌ها و دین‌ها و یعنی جشن‌های دینی
و جشن‌های فرهنگی وقتی میری توش چیزای مشترک زیاد داره. خیلی چیزای مشترک زیاد داره. آره اینو منم خیلی میبینم، ولی کلا من خیلی اینکه آدما به خاطر یک اتفاقی که میفته یک سری کارایی رو میکنن که همیشه نمیکردن، من دوست ندارم. من میگم که مهم. اه، بذار یه مثالی یه مقدار دارکشم بزنم. مثلا وقتی یک نفری میمیره، بعد طرف مثلا سالها با اون آدم قهر بوده یا اصلا نمیرفته بهش سر بزنه، حتی نمیدونسته مریضه یارو، بعد هر 2 روز یه بار میره سر قبلش مثلا گل میذاره، من میدونم. یا مثلا میره براش یا گل میبره. خب اون که مرده دیگه، تمام شده رفته، چرا این کار میکنی؟ اوکی اگه میخوای واسه خودشه بیشتر دیگه. مم، یعنی بیشتر به خاطر اینه که به خودش اون حس آرامش رو بده. کلا فکر میکنم عزاداری ما خیلی خودخواهانه، عزاداری چیز خودخواهانه است، ولی آره. برای آرامش خودمون بهش نیاز داریم دیگه. مم. یعنی خب ما میدونیم مثلا خب هر کسی رو که بهش بگی که آقا مثلا طرف فوت کرده، خب ولی من همچنان ناآرامم. آخه من خب ببین اوکی، تو ناآرامی برای کسی که باهاش ارتباط نداشتی. خب اگه اون آدم انقدر برات مهم بوده که تو ناآرام شدی، چرا وقتی بوده ناآرام نبودی از اینکه باهاش مثلا میفهمم رابطت چی خوب میگی. نیست؟ من دارم اینو میگم. من میگم که میفهمم. آه. انقدر ماها آدمهای خودخواهی هستیم بله. که وقتی الان امین هست جلوی من نه باهاش حرف میزنم نه تلفن زنگ میزنم بهش. چرا؟ چون که امین مثلا دیروز به من گفته تو، بعد من ناراحت شدم امین به من گفته تو. بعد خب من اگه اینقدر امین رو دوست دارم، چرا سعی نمیکنم رابطه‌مو باهاش درست کنم؟ یا اگر دوست ندارم که باهاش قهرم، خب آقا تمام شد رفت دیگه. ببین یه چیزم، بذار یه چیزی رو اصلاح کنم، یه مقدار مفهومش کنم. من به اندازه این که بهار میاد منم شاد میشم، و به اندازه این که یه اتفاق جدید میفته منم خوشحال میشم، یا اتفاق بد میفته منم ناراحت میشم. من میگم اینا هر کدوم به اندازش اوکیه، ولی یک سری رفتارها به نظر من بیش از حده. یعنی اینکه تو دیگه ام. خودتو مثلا طرف مرده بری جر بدی، یا نمیدونم مثلا همین ماه رمضون حالا که مربوط به مسلمون ها میشه، مثلا کاری ندارم به اینکه سیستم ایران چطوریه و نمیدونم مردم مشکل دارن با دین و اینا، من دارم در موردش کلیش میگم. طرف مثلا روزه میگیره، همون کل سالو داره مثلا 1000 تا غلط میکنه، بعد روزه میگیره یه تایمی رو از روز، و 1 ماه این سختی رو به خودش میده تا اون رفتارهای زشتش رو بذاره کنار، و دوباره بعد از اون تایم میاد شروع میکنه همون رفتار رو ادامه میده. یا به قول اون بنده خدا دیروز پیروز بود داشتم گوش میدادم حرفش رو، میگفت طرف مثلا از طلوع تا غروب و گشنه میمونه، بعد شام یا افطار انقدر میخوره که فردا گشنش نشه. خب تو اصلا فلسفهش اینه که با همون سیستم قبلت بیای جلو که حالا حس و حال یه سری آدم دیگر رو درک بکنی، این سختیه رو به جون بخری. خب تو داری اینقدر میخوری که مریض میشی بدتر و هیچ تغییری ایجاد نمیشه. من میگم این تو ماچ بودنه. یه آدم یه چیزی رو قبول داره بهش انجام میده، یه آدم قبولش نداره. این دورو ام. بودنه و به بهانه یک اتفاقی انقدر آدم خودشون رو عوض میکنن، خب من این برام خیلی نامفهومه. اصلا از نظر من این خیلی مسخره است. یا خود همین هالووین که مثلا اینجا هم هست، من ببینم خیلی از آدما واقعا پول نداره طرف بره مثلا بره یه کاستوم بخره، حالا تو ذهنش مثلا یه آیرون منه. خب آیرون من لباسش گرونه، طرف میره قرض میکنه که اونو بخره که مثلا بیاد خودنمایی کنه. خب آره داداش چرا؟ میفهمم. خب نه شرکت نکن تو مهمونی. می‌دونی چی من تا میگم؟ حالا هالووین رو نرفتم، با اینکه مهمترین و باحالترین جشن بالاخره حالا در خارج از ایران خیلی جشن مهمیه، خیلی مثلا همه خیلی جوونا خیلی دوست دارن مرسومه، برن. یعنی یه چیز شبیه دقیقا. چهارشنبه. من حتی میگم از چهارشنبه سوری خودمون چون خطرش کمتره خیلی چیز داره. باحالتره. همه من با تا حالا همه نرفتم. با همه سن و سال میرن. منم تا حالا نرفتم. همه با هر همه سن سال و یه سال اتفاقی میرن. افتاده که نشده برم. من خودم با یعنی انتخاب مثلا خودم کامل مریض نرفتم. شدن یا مثلا نه من نه، با من هر سال دوست داشتم برم. من خودم دوست دارم مثلا این جشن رو برم.
ولی هر سال یه اتفاق مثلا مریض شدن، یا یادم نیست یه سال چی شد. یه سال خیلی، حالا مثلا هر سال میگم خیلی اتفاقای دار که اینجوری میفته که یادم نمیاد الان، ولی هر سال نرفت. امیدوارم امسال قسمت چه بریم. خدا به طلبه. امام حسین به طلبه ایشالله مسیح به هالووین رو طلبه. بریم. آره. آره خلاصه میگم همچنان منم خوشحالم که سال جدید وقتی میادش خب حس و حال خوبی داره. همه جا نون و نوار میشه، همه جا نونوار میشه، همه آدما حس و حال بهتری دارن از نظر آره خب اصلا. محیطی. ولی من میگم یک مقداری این تو ماچ بودنه باعث شده که من خیلی خوشم نیاد، خیلی حس خوبی بهش نداشته. نمیتونم بگم حس بد دارم بهش، نه من مخالف خوشحالی کردن مثل شادی اصلا خونساه. نیستم. آره خیلی خونسا هم نسبت بهش، مثلا خیلی اینطوری خیلی نانسنس هم که خب الان چرا مثلا انقدر خوشحالید، حالا سال نو شده دیگه، میدونی؟ یا مثلا یهو نشستیم همه تو خونه کنارم، یهو سال تعبیر میشه، همه پا میشن روبوسی میکنن، اصلا چی شد؟ مثلا حالا مثلا خب لباس نو برات مثلا جذاب نیست، یا خونه نو، یا ماشین نو؟ به خاطر سال جدید نه. نه من خود مثلا میگم خود مثلا یک کانسپت یک لباس نو. چرا جذابه، چرا نباشه؟ خب ببین مثلا تو یه لباس نو میپوشی اه. و قبول داری که حتی شاید رفتارت عوض میشه. خب لباس مثلا یه نو رو کفش یه نو بار میپوشی، میپوشی. ببین خب اصلا خب بذار یه مثال دیگه بزنم. لباس نو رو الان مثلا این لباس رو مثلا لباس نو خب واقعا هم نو خب مثلا اینو معلومه چی میخرم، میکنی. آره قشنگ من تازه است، تاش در آوردم سری پوشیدم، مثلا این نوه، اینو میپوشم، این الان بهم حال میده خب، ولی دوباره همینو برم بخرم بپوشم باز لباس نو دیگه بهم حال نمیده که. یه بار به دنیا اومدم عشق کردم رفت دیگه، یه سال نو هم دیدم همون بچگی عشق کردم دیگه، همش داره همون تکرار میشه، این دیگه نو خب نه دیگه، نیستش خب که. مثلا کفش نو هم هر سری کفش نوه دیگه، ولی خب وقتی کفش نو کفش میپوشی تو گل کفش نمیری. قبلی رو نمیخری که، ولی سال نو هر سال داره یه تا یه اتفاق مشخص میفته، این همون کفش قبلی هست دیگه. ولی تو لباس نو مثلا میگم اگه بری یه لباس دیگه بخری، آره اون لباس ماهیتش فرق کرده، رنگش فرق میکنه، مدلش یه چیز دیگه است، اون بازم میتونی براش خوشحال شی، باز یه لباس دیگه میتونی. ولی من هر دفعه برم همینو بخرم که دفعه دوم از خریدن این دیگه خوشحال نمیشم که. ببین آخه مثلا چون از بچگی هم مثلا اینجوری بوده که قبل سال نو خب مثلا چه بدونم، حالا همه پلناشون این بوده که الان که دیگه فکر نمی‌کنم همچین اتفاقاتی خیلی مرسوم باشه، ولی اه. مثلا لباس نو میخریدن، یا مثلا چه بدونم خونه رو مثلا یه دکوری آره عوض اصلا خونه میکردن، یه تکونی، دکور خونه رو مثلا. دقیقا. خونه تکونی. یعنی یه همه چی مثلا یه همون حالت یه چیز نو بوده آره. که مثلا حالا در گذشته سال یک بار اتفاق میافتاده، تایی سال دو بار اتفاق میافتاده، یه تغییر فصلی بوده که مثلا میرفتن برای این تغییر فصل لباس میخریدن. اه. خب به همین دلیل اون حس خوبه از اونجا بیشتر میومده، آره. که من مثلا الان میتونم برم یه لباس نو بخرم. اه. الان مثلا میتونم، چون حالا مثلا زمانی که مدرسه بودیم برای من اینجوری بودش که مثلا یه 20 روز مدرسه نمیرم. اه. آخ جون. آره. میدونی من تابستون رو خیلی دوست دارم، چرا؟ چون تابستون تعطیل بوده مدرسه، و مثلا دقیقا. گرماش چه خوبی داره. آره واقعا. حس و حال خب هست. دقیقا اون حس و حاله که یه اتفاق خلاف اون روتین قراره بیفته. اه. روتین همیشه اینجوری بوده که من میرفتم مدرسه، همیشه اینجوری بوده که فلان کارو میکردم، همیشه اینجوری بوده که این لباس میپوشیدم، حالا یک لباس نو بخوام بپوشم. اه. نه تنها سال داره نو میشه، درختها، طبیعت، همه چیز داره تغییر میکنه، منم قراره که یک چیزایی تون تغییر بکنه. حالا با این تغییره من میتونم یک سری حالا ددلاین بذارم، یا یک سری چک پوینت تعریف بکنم که آقا مثلا در سال جدید این کارو میکنم، در ماه جدید این کارو میکنم، همه این داستانا دیگه فکر آره. میکنم بیشتر از اونجا اون حس خوبه میاد. آره من میفهمم همه این حرفا رو و کاملا هم باهات موافقم. حالا همه مخالفت هام و حس متفاوتی که نسبت به تو دارم و همه اینا رو در مورد صحبت کردم، ولی در نهایت میخوام بگم که من نگاهم خیلی فلسفیه و صحبت تو خیلی سطحی تره، واسه همینه که من حس اونقدر چیز ندارم. یعنی مثلا میگم همون داستانی که مثلا سال نو میشه یا همه پا میشن روبوسی میکنن، تو نگاهت اینه که یه چقدر باحال دوباره پوشیدیم داریم با هم خوشو بش میکنیم، ولی من نگاهم اینطوریه که داداش ما که نشسته بودیم، خب چرا یه رو پیش مثلا بوسم نکردی؟ میدونی من خیلی عمیق دارم بهش فکر میکنم.
و فکر میکنم این بزرگترین دلیلیه که باعث میشه زندگی رو سخت بگیریم مهم. و توی لحظه لحظهش لذت نبریم. یعنی دارم خودم رو رد میکنم الان. آره میدونم. و این نگاه ها نسبت به تمام این اتفاقات خیلی این نگاه هایی که فکر میکنم خیلی هم الان داره دوباره زیاد میشه و حتی این مدل نگاه هم داره خیلی توماچ میشه. یعنی طرف کلا یهو میزنه از بیخوبون چهارشنبه سوری رو میترکونه، از بیخوبون یهو عیدو میزنه میترکونه، آره آقا این میدونم. چه رسمه. من میگم نه اون وریش نه این وریش بد نیست، به خودی خود این رسم و رسومات بد نیستن، ولی به شرط اینکه ما سیستم زندگیمون به اون سمت عیده بره، نه که تو تا شب عید مثلا عیدی اصلا تو زندگی هیچ چیزی احساس نمی‌کنم که تو داری نو میشی و اینا، انگار به زور داری میچپونیش. بعد عیده هم مثلا هیچ تغییری تو زندگیت نمیده به غیر از اینکه تو دفتر 4 تا برنامه نوشتی و بعد از عیدم میبینم هیچ کدوم اجرا نمیکنی. میدونی؟ میگم این شوافه خیلی مسخره است به نظر من. تو اگه واقعا مثلا شروع میکنی به یک تغییر و خیلی مستمر داری ادامهش میدی، دمت گرم، واقعا دمت گرم. مهم. اگه داری میری مثلا واسه هر کدومشون به خاطر فلسفهشون میری این کارو میکنی، دمت گرم، خیلی کار خفنیه. ولی من میگم اونایی که این کارو نمیکنن و حالا ماه رمضونه که خیلی دم دست دیگه الانم توش هستیم و خیلی بیشتر میشه ازش مثال نقل زد. تویی که مثلا 1000 تا کار داری میکنی بعد فقط تو ماه رمضان هی نمیدونم با یارو حرف میزنی، مثلا میگه چرا سیگار، مثلا یارو سیگار نمیکشه، میگه آقا روزم سیگار نمیتونم بکشم، بعد بین فاصله افطار تا سحر انقدر سیگار میکشه که حالش برداشت خرابه. خب بعد داداش چه آره واقعا. کاریه؟ تو داری سیگار رو میذاری کنار دیگه، یعنی افطار تا سحرت هم نکش. یا چه آره میدونم، میدونی چی میگم؟ یعنی من میگم که این تو ماچ بودنه خیلی اذیت کننده است واسه من. و من میگم که چقدر خوب میشد که هر کدوممون حق انتخاب داشتیم، کما اینکه خیلی چیزا الان زوریه مخصوصا تو کشور خودمون، حق انتخاب داشتیم که انتخاب بکنیم واقعا سالمون رو نو بکنیم. و امیدوارم که واقعا همه روند زندگیمون به سمتی بره که بتونیم خودمون انتخاب بکنیم چطوری زندگی بکنیم و زندگی سالم تری داشته باشیم، زندگی رو به پیشرفت داشته باشیم و جوری باشه که هم دوست داریم هم جامعه خوشاینده براش اینطوری زندگی بکنیم. و اینکه واقعا روزای بهتری رو ببینیم، روزایی ببینیم که اصلا نیازی نباشه به چیزی فلسفی فکر بکنیم و فقط زندگی بکنیم و ازش لذت ببریم، از همین بهار هم لذت ببریم. آره واقعا امیدوارم که برای زندگی هممون یک تغییر مثبت باشه. ام. سال جدیده حالا هر چیزی که هستش بتونیم حداقل یک تغییر مثبت با هر تفکری، با هر فصلی، با هر ماهی، هر جوری که خودت فکر آره میکنی. بابا. و امیدوارم که بهترین اتفاقها بیفته برای همه. قربونه. تو حرف خاصی داری برای اینکه میخوایم سالمون رو جدیدن شروع بکنیم؟ چجوری شروع بکنیم؟ نه امیدوارم، میگم فقط همین که امیدوارم که اه، اتفاقهای خوب برای همه بیفته. آره دقیقا. سال منم دیگه بگیم از 404 شروع شد دیگه. آره، منم امیدوارم که سال خیلی خوبی پیش روی همتون باشه، هممون باشه، اتفاقای خیلی خوبی بیفته. به قول همین امیدواریم همه چی از 404 شروع بشه. خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. مجددا سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال متفاوت برای همتون باشه، خیلی بهتر از سالهای پیش، یک شروع باشه براتون. ممنون میشم اگر که از ویدیو خوشتون اومد لایکش بکنین، کامنت بذارین نظراتتون رو و نظر خودتون رو بنویسین که چقدر با این مراسم های سنتی موافقین، چقدر مخالفین و نگاه شما بین چطوریه. خیلی ممنونم که چنل رو سابسکرایب میکنین و دکمه زنگوله رو فراموش نکنین. همچنان امیدوارم که پای تمام تصمیمات زندگیتون امضای خودتون باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. همینجا خداحافظ. در نگهدار.